من مینام، پرستارم و الان که سرگذشتم و برات می نویسم 53 سالمه و با پسرم آمریکا زندگی می کنم. دانشگاه تهران پرستاری خوندم و بعد از فارغ التحصیلی به واسطه عموی بزرگم که پزشک بود تو بیمارستانشون استخدام شدم. از همون بچگی عاشق پرستاری بودم و همین شد که تا همین امروز خودم و وقف شغلم کردم. هیچ موقع نتونستم یه رابطه عاطفی همیشگی با مردی داشته باشم. مامان بعد از مرگ بابا اصرار میکرد مینا مادر ازدواج کن. من همیشه زنده نیستم و واسه خودت یه همسری پیدا کن. خواستگارای زیادی داشتم ولی انگار هیچ وقت نمیتونستم تصمیمی برای زندگی زناشوییم بگیرم. به همه خواستگارام سرسری و سطحی نگاه میکردم. از لحاظ ظاهری هیچی کم نداشتم و قد بلند و خوش‌اندام بودم. اما انگار قدرت تصمیم گیری نداشتم. نمیدونم یا شایدم اعتماد به نفس نداشتم. عشقم شده بود کارم. همیشه درگیر شیفتای شب و روزکاریام بودم. 40 سالم شده بود. مامان دیگه از ازدواج کردن من ناامید شده بود. یه آپارتمان خریده بودم و مستقل زندگی می کردم. روزی که حسین رو برای اولین بار دیدم و کامل یادم میاد. آشفته و پریشون با مادر و خواهرش پدرش رو که سکته کرده بود آورده بودن بیمارستان. آرومش کردم و تونستم راهیشون کنم برن خونه. فردا حسین دوباره اومد بیمارستان. هنوز خطر رفع نشده بود و بالاخره بعد از 1 هفته پدرش فوت شد. کم کم با حسین ارتباط گرفتم و دوست شدیم. حسین خوش‌تیپ بود و برعکس خونوادش که همشون مصرف کننده مواد بودن، اون پاک بود و همه تلاشش رو کرده بود که مثل خونوادش نباشه. به هم وابسته شده بودیم. کم کم داشتم عاشقش می شدم. بعد از این همه سال حالا به کسی دل داده بودم که از خودم 15 سال کوچیک‌تر بود. تو عاشقی بهترین بود. میدونستم نمیتونم باهاش آینده‌ای داشته باشم ولی حال دلم باهاش خوب بود. روزای خوبی با هم داشتیم. بوسه هاش کل وجودم رو به آتیش میکشید. به خواست خودم حتی با هم سکسم داشتیم. به هیچ خواسته ایش نه نمیگفتم. میخواستم تا قبل از ازدواجش از بودن باهاش لذت ببرم. مادرش بعد از فوت پدرش دوباره ازدواج کرد. هر وقت برای دیدن مادرش میرفت تا چند وقت به هم میریخت. برام تعریف میکرد و میگفت مینا دیگه کم کم مامانمو نمیشناسم. اینقدر صورتش رو دستکاری کرده و عمل زیبایی کرده که دیگه قیافه اصلیش یادم رفته. خواهرش فتانه هم با یه پسر معتاد دوست شده بود. اینقدر دوتایی تو منجلاب فساد غرق شده بودن که کاری از دست من و حسین براشون بر نمی اومد. بارها سعی کردیم فتانه رو ترک بدیم ولی فایده نداشت. خودش اصلاً همکاری نمی کرد. دلم براش می سوخت و کاری نمی تونستم براش انجام بدم. حسین ازم خواست یه مدت بیارمش رو تو خونه خودم مراقبش باشم. شاید بتونیم ترکش بدیم. ولی اونم فایده ای نداشت. کم کم تماسای حسین کم شده بود. دیگه رفتارش مثل قبل نبود. بهش حق میدادم. با اون همه اختلاف سنی نمیتونستم ازش انتظار داشته باشم که به هم وفادار بمونه. چند بار با خودم کلنجار رفتم که بهش پیشنهاد ازدواج بدم. کنارش که بودم اصلاً حس نمی کردم این همه سال ازش بزرگترم. کنارش می شدم یه دختر 20 ساله. از لحاظ ظاهری اصلاً به هم نمی خورد 40 سالم باشه. از هیچ کاری براش دریغ نمی کردم. آخ که اگه حسین منو انتخاب می کرد که اون موقع خوشبخت عالم بودم. با خودم کنار اومدم که حسین مال من نیست.
هنوزم گاهگداری زنگ میزد و درد و دل میکرد. دیگه با هم سکس نداشتیم ولی دوستای اجتماعی خوبی بودیم. یه روز زنگ زد و گفت از یه دختری خوشش اومده. ازم خواست براش دعا کنم که میترا پیشنهاد ازدواجش رو قبول کنه. خودم رو خوشحال نشون دادم و بهش اطمینان دادم که حتما قبول میکنه. مگه تو چی کم داری؟ ترسش بیشتر به خاطر وضعیت خواهرش فتانه و اعتیادش بود. حق داشت. دوره و زمونه بدی شده که گناه خونواده رم به پای تو می نویسن. کم و بیش تو جریان دوستیشون بودم. گاهی که حسین از میترا تعریف می کرد دلم می شکست ولی بروش نمی آوردم. با هیجان از خوشگلی میترا تعریف می کرد. از اینکه عاشقش شده و میترا دقیقاً همون دختریه که همیشه آرزوشو داشته. شبا با گریه می خوابیدم. اگه حسین هم سن من بود اون وقت حالا من به جای میترا بودم. من کسی بودم که حسین با ذوق و شوق ازش تعریف میکرد و آرزو میکرد پیشنهاد ازدواجش رو قبول کنه. باید قبول میکردم که نمیتونم همسر دلخواه حسین باشم. اما به همین زنگای گاه و بیگاهشم دلم خوش بود. یه روز حسین اومد خونم و کارت عروسیشو آورد. از دیدن اسمش کنار اسم میترا قلبم درد گرفت. کنارش نشستم و سرم و روشونش گذاشتم و گریه کردم. شب عروسیش فقط براش آرزوی خوشبختی کردم. منو به عنوان دوست خواهرش فتانه به میترا معرفی کرد. میترا خوشگل بود. تو اون لباس سفید برازنده حسین بود. یعنی به خوبی من میتونست به حسین برسه و باب میلش باشه؟ یعنی میدونست حسین تو رابطه چطور راضی میشه؟ این فکر رو شبانه روز مثل خوره روحمو میخورد. کم و بیش هنوز با حسین و فتانه در ارتباط بودم. فتانه با اون حال و روزش باردار شده بود. حسین ازش خواسته بود بچه رو نگه نداره و سختش کنه. ولی فتانه راضی نمیشد. قسم میخورد و میگفت به خدا بعد از به دنیا اومدن بچه ترک میکنم. تو اون 9 ماه بیشتر از قبل به فتانه رسیدم تا موقع زایمانش بشه. 7 ماهش بود که همسرش توی پارتی اووردوز کرد و فوت شد. از اون به بعد کار فتانه شبانه روز گریه شده بود. محکم با دستش روی شکمش میزد و میگفت من بچه یتیم نمیخوام. من بدون پدر نمیتونم این بچه رو بزرگ کنم. هر طور بود و به هر بدبختی بود اون 2 ماه گذشت و فتانه زایمان کرد. یه پسر توپل و خوشگل به دنیا آورد. از همون روز اول بغلش کردم و بهش وابسته شدم. دوباره فتانه و پسرش رو آورده بودم آپارتمان خودم و ازشون نگهداری میکردم. یه روز شب کار بودم. صبح که از سر کار برگشتم فتانه نبود. با حسین همه جا رو زیر و رو کردیم. ولی انگار آب شده بود رفته بود تو زمین. به همه بیمارستان و کلانتریا سر زدیم. غیب شده بود. حسین و میترا ماهان پسر فتانه رو بردن پیش خودشون. من دوباره تنها شدم. برای دیدن ماهان میرفتم خونشون. اما میترا زیاد روی خوش بهم نشون نمیداد. از حرفای فتانه فهمیده بود که من یه زمانی دوست دختر حسین بودم. بعد از چند وقت جسد فتانه پیدا شد و تشخیص پزشک قانونی این بود که فتانه اووردوز کرده بوده. دنیا روی سرم خراب شد. فقط به ماهان فکر میکردم. توی 6 ماهگی نه مادر داشت و نه پدر. یواش یواش بهانه‌گیریای میترا همسر حسین شروع شده بود. نمیخواست ماهان با اونو زندگی کنه. میگفت خودم میخوام بچه دار بشم و نمیتونم به 2 بچه همزمان رسیدگی کنم. حسینم نمیخواست ماهانو ببره بهزیستی. ازش خواستم ماهانو به من بده. حسین که مطمئن بود مثل جونم مراقب ماهانم
ماهانو آورد پیش من. روز به روز بیشتر بهش وابسته می شدم. شیرین و خواستنی بود. بعد از مرگ مامان منم تنها شده بودم و فقط بودن با ماهان آرومم می کرد. وقتی اولین بار به هم گفت مامان، برای معصومیت فتانه دلم سوخت و اشک ریختم. خودم رو وقف ماهان کرده بودم. اصلاً حس نمی کردم که مادرش نیستم. جونم به جونش بند بود. ماهان 3 سالش بود که لاتاری برنده شدم. سالها بود ثبت نام می کردم. امیدی نداشتم ولی انگار برام عادت شده بود. حسین به عنوان قیم ماهان حضانتش رو به من سپرد. حالا 10 سال از اون روزا میگذره. ماهان حالا 13 سالشه. نمیخوام هیچ وقت حقیقت رو بهش بگم. چون دونستنش به جز رنج و عذاب براش هیچ فایده ای نداره. خیلی ساله که دیگه از حسین و میترا خبری ندارم. یعنی خود میترا قبل از اومدنم به آمریکا ازم خواست که دیگه باهاشون تماس نگیرم. دوستا و همراهای عزیزم، از اینکه تا اینجای این سرگذشت با من بودین ازتون تشکر میکنم. اگه از سرگذشتای کانالم خوشتون اومده لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از چنل کوچولوی من حمایت کنید. عاشقانه همتون رو دوست دارم.